بالاخره امانگاس، یعنی تموم بازیای دنیا رو رفتیم، یه امانگاس جاش تو کانالمون خالی بود، اونم امانگاس ها. چه بازی مریض. خیلی دوست دارم پارتای بعدشم براتون بذارم، خودم، داداشم، با دوستای علی، دوستای خودم چند نفری بریم با هم دیگه امانگاس بازی کنیم. اگه دوست دارین لایک و پاره بکنین. دنبال کردن کانال یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. Here we go. اینم از منوی امانگاس. خیلی به امانگاس خوش اومدین بچه‌ها. برو بریم آقا. آنلاین رو ما انتخاب می‌کنیم. پایین گیم رو انتخاب می‌کنیم. حالا میریم داخل بازی رو براتون توضیح میدم. 9 نفره. 9 نفره رو بریم. بله. آره. بزن اون خودش. 9 نفره نیستیم 15 نفره. میرم خب بزن 9 از 15 ش بریم. خب حاجی سر کدشو بگو. آره VLIL دوتا کیو. ببینید توی این بازی مثلا 15 نفریم، 15 تا آدم عادی. البته 3 تاش آدم عادی نیست، 3 تاش ایمپاستره که یعنی همون قاتل. این توضیحاتو دارم برای اونایی میدم که نمیدونن بچه‌ها. و این 3 تا قاتل توی هر راند یواشکی وقتی که ما داریم ماموریتامون رو انجام میدیم، ما آدمای عادی اینا میان ما رو یواشکی میکشن و هر بار ما میریم با هم دیگه چت کنیم که قاتلا رو پیدا کنیم، مثل مافیا دیگه. میریم مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم، آقا مثلا فلانی میتونه قاتل باشه، فلانی میتونه ایمپاستر باشه. گرفتین که چی میگم؟ مطمئنم خیلیاتون بلدین، حالا من از احتیاط میگم که اونایی که بلد نیستن هم بدونن. حالا شاید برای بعضی سوال باشه که چه جوری تو این بازی برنده میشین. اگه تعداد آدمای عادی یا همون کرومیتا بشه اندازه قاتلا، ایمپاسترها برنده میشن، یعنی قاتلا برنده میشن. ولی اگه کرومیتا بتونن تک تک این قاتلا رو بندازن بیرون، کرومیتا برنده میشن. خیلی واضح ساده. بریم کاستوم کنیم خودمون سری تا بازی شروع نشده. من رنگ زرد میخوام. نمیتونی. چرا نمیتونم؟ یکی رنگ تو برداشته. یکی رنگ بس سری بردارم. یکی صورتی برات. آره مثلا شلوار میتونم، لباس صورتی هم برات باز میکنم. لباس دکتر. دستی بگو حاجی این مچ تمرینی داشتیم میرفتیم. به بچه‌ها بگو رنگ من چه شکلی شده بود؟ رنگ تو؟ بهش بگو. رنگ چه شکلی شده؟ صورتی. رنگ علی صورتی شده بود بچه. یه مچ رفته بودیم رنگ علی صورتی شد. ماسک هم میتونم بزنم. چقدر با هدست وی آر میتونم بزنم برگام. اینا ابرو میتونم بزنم. ابرو گذاشتم ولی. داش منو نگاه. پت میتونم داشته باشم. آره پتا رو باید بخری 15000 تا هر کدومشه. 15000 تا لوبیا. این چیه؟ اینا برای اسمته. یه چیزی جالب بگم. دیدی هر کشوری واحد پول خودشو داره؟ آره. واحد پول امانگاس لوبیاه. جدی؟ به جون علی 15000 تا لوبیا مثلا. 15000 تا لوبیا میدی یه پت میگیری. برگام. منو نگاه. بچه من سبز رنگم، رنگ زرد و یکی این گوساله اسمشو گذاشته بلو، رنگشو زرد برداشته. خب نه یکی قلش بلو برداشت نگاه. گرفتم. خب زردو چرا برمی‌داشتی دیوانه؟ داداش نگاه کن منو. داداش برو بشین بازی شروع شد. میدونم منو نگاه. آره بچه بعد این بشه دقیق 15 نفر. آره. تو کدومی؟ من نگاه آبیه. این هندونه ای؟ آره هکلم بگم. چرا خریده؟ او بازی شروع شد. بچه بعد الان ببینید قاتل میشیم یا آدم عادی. این پاستر شد. بچه دوتامون قاتل شد. حاجی من بهترینو شدم. من شدم شیپ شیفتر. میتونم شکلم عوض کنم. من تا حالا ایمپوستر نشدم ولی میترسم. نگران نباش آسونه. میتونم کیل کنم یه نفرو. خب یکی ونت کرد. داش بریم به فناش بدیم. نه بریم مشکوک میشه. کشتیش؟ آره بیا بودو ریپورت دادی؟ من نبودم، من ریپورت ندادم. وای بچه یکی اومد جنازه اون یارویی که علی کشته شد دید، سری گزارش داد. حالا بعد بریم اینجا باهاشو صحبت بکنیم بگیم کیه. به نظر من علیه. نگو منو. ایسا خب علی رو بگم. نه گفتم فقط گفتم. خب بیشون باور میکنن؟ I think I guess. دفاع کن بگو نو. بگو نو. بگو یه بار تو عمرم شانسی ایمپاستر میشم. بابا تو 10 بار ایمپاستر شدی، هر دوباره ایمپاستر. نو گری. نمیدونم. گفتم این. خب بیشون منم دست بعد میگم. سر گفتم بابا خب دست بعد میگم. من به خودم رأی میدم اصلا. به خودم علی به خودم هم میتونم رأی بدم. بله میتونی. آره بچه به هر کسی که رأی بدی رأیش زیاد باشه بازی میفته بیرون. آره دیگه. الان با ببینیم چه کسی بیشترین رأی آورده. خدای من رأی دادم به خودم دیگه. گفتم نامردی نکن. میگه دوستان داره چیزه تو سرو داره میگه. الان نظرش میگم. نظرش 3 نفر به من فقط رأی دادن. 3 تا هم اسکیپ داشتیم. نیافتادم بیرون. نیافتادی؟ چون ستاره اسکیپ من چیز بود مساوی بود. اگه الان مساوی نبود من دیگه نمیگم تو.
نزدیک به خدا میگم من خیلی میگم. باشه ببخشید ببین دیگه. جلو چشمام یکی کیل بده ریپورت میدم به داداش. اونا میگم الکتریکال فیکس وایرینگ استوری سب کن علی من با یکی دست که بکشم فیک باید برم انجام بدم اچول در بسته شد درو بسته شد درو بسته شد آها. الان وقتشه بکشمش کشتمش. این از این این از این علی چجوری از این دره برم من یکی رو کشتم داشت من یکی رو کشتم علی یکی کشتی؟ کشتم آره گزارشش دادم where؟ داشت منو نگیا من شوخی نه کردم نمیگم این میگه این نشده در علی شوخی به کردم قرآن دیگه میگم نه گفت نزدم من میگم تو سرو نه دروغ نباید بگیم من میذارم I don't know IDK میشه I don't know I think so میشتم what no I'm not bro I'm in electrical I'm not ایسی میذارم میخندم اسکل اینجور بزنی واقعا فکر میکنم تویی نه خندم دیگه. خندم آره اصلا تو بازی ای. جدی اصلا خنده وجود نداره مثلا خنده گذاشتم خب من رای میدم به علی نه شوخی کنم به این به کی رای فکر کنم به هیچ رأی کس رای هم نمیدم دادم، آقا حاجی. اسکیپ میکنم من رای نمیدم سر دیدی من حرف چیزی تو نگفتم سر حرف تو که اون مچ گفتی اندرالیه خب مطمئنی به خاطر اون بله خیلی خوب یه دست اونم مچ قبلم حساب میکنه بابا اوکی یه دست بود الان دست دوم شانس خوبه من یه بار تو عمرم این پاستر میشم باشه علی من جدی یه نفر رو کشتم خب بکشی فکر میکنم تو الان شاهکار کرده داداش خب 4 نفر کشتم تا الان داداش من اولین باره دارم امونگاس سابوتاژ کردم. این کار من و توه تو این پاستر این کارو کنی برای طبیعیه تو موجود فضایی فقط خودت تبدیل شدی من برم یکی رو به فنا بدم هیچ کس نمیفهم من از این سوراخه رفتم کسی ببینه بله میفهمه میدونم ببینه میفهمه ندیده فعلا من روحم ترجا درای همه رو دارم میبندم حاجی همه درا رو این که هستم بود امرجنسی میتینگو زد همه شد درا جلسه اضطراری وای بچه یه چیزی بهتون بگم چه کسی میبره هر کسی که ببینین گوش کنین اگه تعداد چت رو ببین ما آدمای عادی بشه اندازه قاتلا خب گرین اون وقته که قاتلا میبره بفرما اسمتو گفتم اسم منو گرین گفتم؟ آی ساو هومی سن بوب It is green بفرما گفتنت green right here trust بفرما رأی تو دادم مای چی داری می‌نویسی میگم رأی تو دادم دارم میگم به همشون گفتم جلو چشام سکو من یه این پاستر فقط داخل مچه فقط یه این پاستر داخل مچه اگه اون یه این پاستر کریرمون بشه خیلی خفن میشه الان باید ببینیم کی میبره دیگه ببین این اگه کریرمون بشه من خیلی علی خوب روح میشه. شدیم بچه من علی روح شدیم یارو کریر دنبال این پاسترمون فقط برو میتونم هانتم بکنم هانت فقط یعنی میتونی دنبالشون کنی سابوتاژ کن سابوتاژ بذار من میکنم من اکسیژن رو میتونم اکسیژن رو به فنا بدیم من اکسیژن رو به فاک دادم به فنا رفت خیلی خوب باید ببینیم کی میبره وای ببین کریرمون باشه هانتو بزن هانت خب بزن رو فلشه خب فلشه یه دونه دیگه گوز. یه دونه دیگه ایمپاستر آره آفرین بلو این پاستر بزن خب میخوام ببینیم کریرمون چی کار میکنه آها داداشمونه اون من به همین رأی داده بودم که بردیم سابوتاژی که کردم جواب داد یس بچه ایمپاستر رو بردن این سری بچه 10 نفری ما و 10 نفره چی شدی؟ من کرومیت من اسکینتت ایمپاستر شدم وای برو بریم حاجی حال میده این سری من ضربان قلب همه رو بعد این دارم مپه چه باحاله خب این مپه شده خیلی باحاله سابوتاژ کردی خیلی داداش من نکردم سابوتاژ سابوتاژ چی دوستت کرد آره دوستم بودو سابوتاژ یکی بزنه زرده کیه سابوتاژ یه ساره یکی مرده من ریپورتش دادم اسکل تو خودت این پاستری
خب بعد ریپورتش دادم که مشکوک نزنم داداش. ایکس مستر داداش نامرد ایمپاستر ایسا I see he is so چرا کسی خیر از مون چته میکن؟ ثبات ندارم. رأی تو دادم. سب کن من رای میدم به این. یپ بابا الان همه به من رای دادن. دیوانه این نامرد. الان برابر شد بازی. دخترم تو مفت. آره دیگه اینجا مرگاش خیلی باره. مثلا تو ایرشیپ بری میندازن تو هوا میافتی توی میخوری تو در من دیوار. روح شدم نامرد. من لو دادی. من همش سابوتاژ دارم. سابوتاژ کنی فایده نداره حقیقت. ما اینجا سریعیم. ما پویوییم. پویو علیو بکشه یه این پاس. سکو ببینم ایمپاستر من کجاست. نمیذارم تو بفهمی نمیخوام. ول کن. چون علی میفهمه اینجوری ایمپاستر. فهمیدم چیه. من اصلا نرفتم روش. تو رو کشت. کشتید؟ خودش هم ریپورت داد. دلغک. آجا گردن من چرا داره میسوزه. خیلی حال کردم زد کشته علی. یعنی در لحظه جواب تو گرفت. در لحظه. برو بشین به فنا رفتیم. سب کن بهت رأی هم بدم. همجور مردی هم بهت رأی بدم. نمیتونه. نمیشه. نه. کش میشه. علی علی بده هدست اما علی. ای بابا رأی برابر شده. این پاستا نرفت بیرون. دوستت بلوه. حال میکنیم ما این دوستت بلوه. ما میبریم. مساوی شد؟ آره رأی مساوی شد. خیلی خوب بریم دوباره سابوتاژ. برق قطع کردیم. برق قطعه؟ قضیه برق رفتن ایران. ولتاژ شما بردیم؟ ما بردیم. ما ایمپاسترها بردیم. یس شما نوبین داداش. بریم دست برو بریم برای یه دست دیگه. برگشتیم مپ قبلی. دسکلت بود ها اسمش. اسکلت. آره دسکلت بود. اسکلت بود. اسکلت داشت اسمش یادم نیست. و دو تا ایمپاستر داریم این سری. انجینیرم. ببین انجینیرم. میتونم ونت کنم. فکر نکنی ایمپاسترم. باشه انجینیرم. من لوت میدم خیالت راحت. میگم ایمپاستر نیستم انجینیرم. کو برو الان. میتونم ونت کنم. نمیشه جلوی اینا من اینا ونت کنم که میزنم پارم میکنن. خب این برای منه. خب این داشت منو نکشه. داشت کنار من وایسید میترسم بکشه. حواست باشه. فکرم. خب چقدر باحالن میژناش. حاجی چقدر تاثیرش میبینید اسکین دوم ایترنال داره. اسکینی که 4 میلیون قیمت داره. فهمیدی؟ به پول ما. سابوتاژ شد. آقا سابوتاژ کی درست کنه؟ سابوتاژ چیه؟ چجوری درستش کنم؟ داشت اومد منو بکشه. علی فکر کنم یکی من. درست کردن آخش. وای من دارم تسکامو انجام میدم. ولی چقدر تسکاش بالا ننی. تو کرومیتی علی؟ آره من انجینیرم. انجینیرم ولی کرومیت. یارو نیاد کنم. چون مادرتون. دید بادی. یه جنازه پیدا کردم. بریم. کی بود علی؟ به نظرت فکر میکنی؟ نمیدونم. بسو بگیم آقا. من میگم این در علی. نشوخی کردم. کیو بگیم؟ پرپل. بذار هرچی همه گفتن ما هم همونو میگیم. ایسا. میگم ایسا من دیدم. really الان همه رای دادیم به پرپل. پرپل همین بود دیگه. رنگ بنفشه دیگه. اسمیتی پرپل. خیلی خوب. همه گفتیم وای بنفشه رو بیچاره رو انداختیم بیرون. ولی یارویی که بالا که سمت راست بنفشه هست نگاه کن. آره. اسکینش 4 میلیونه. جدی میگی؟ 4 میلیون اسکین دوم ایترنال از بازی خیلی وقت پاک شده. جدی میگی؟ خیلی وقت پاک شده. بعد علی من لول 12 اینا لولیه ها. اسمیتی فکر می‌کنم همه رای دادیم به جانش یارو رو پاره کردی. با چه ضربی انداختنش بیرون. باز نات ایمپاستر نبود. ایمپاستر هم نبود بنده خدا. جر خوردمش با هم. سابوتاژ شد دوباره.
18 750 750 این از این حل. باش میگه این تسک رو انجام دادی تو؟ آره من یه ساعت تو نویگیشن دارم تسک. جاهای این چیزا هم حفظ کن. امانگاسا، نویگیشن، الکتریکال. آره بعد جاهاش هم یاد بگیرم دیگه. آره دیگه. سکن من مپو ببینم. من تو ادمین تست دارم با 3 تا تست الکتریکال دارم.